در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آنکه فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف با آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند، به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات میبخشد. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند: چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میآشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند. زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت: قطری آب به من بده. زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد:
اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن گفت: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله‌اش از آن آشامیدند؟ عیسی گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت میکردند، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم. زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید، اما زمانی میآید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت: من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت: من که با تو صحبت می کنم همانم.